چطور بدون پرداخت هزینه دادرسی دادخواست بدهیم؟ سلام و درود خدمت همراهان گرامی. اگر می‌خواهید در دادگاه دادخواست دهید اما توان پرداخت هزینه دادرسی رو ندارید، نگران نباشید. قانونگذار در این زمینه راه حل‌هایی برای شما قرار داده که یکی از اون راه حل‌ها ارائه دادخواست ایثار از هزینه دادرسی هستش. در این دادخواست شما بعد از ارائه فیش حقوقی، گردش حساب بانکی و شهادت شهود این موضوع رو ثابت می‌کنید و بعد از قبول ایثار شما دادگاه به صورت قسط‌بندی هزینه دادرسی رو براتون در نظر میگیره و یا اینکه به صورت کامل شما رو از پرداخت هزینه دادرسی معاف میکنه. و در این زمینه هم ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی میتونه مستند خوبی برای این موضوع باشه. اگر در این مسیر نیاز به کمک داشتید، مشورت با یک وکیل میتونه درخواست شما رو قوی‌تر و دقیق‌تر ارائه بده. عدالت برای همه است، حتی اگر توان پرداخت هزینه دادرسی رو نداشته باشید.